میخواستم بپرسم که امروز در شروع جمعیتی مسئله قبول قانونی تاجیکستان درباره مهاجرت مطرح شد. اصلا میگفتید که همین قانون برای یک مهاجر تاجیکستان در صورت قبول شدنش چی منفعت ها آورده میتواند؟ امروز وای طلبات دیگر مثلا بسیار تغییرات ایجاد شد در این ساحه و من فکر می‌کنم که سریع وقت است که ما این قانون قبول کنیم. از اون جمله در این قانون بسیار با مسائل های جدی که روی آوردن این مسئله مهاجرت مهنتی است و با مسائل های رینتگراسیا یعنی با مسائل هایی که آینده مهاجرانی که برمیگردن به وطن می‌بینن یعنی موقعیت در بازار مهنت در روشنی داشته است و فکر می‌کنم که امروز که در تشکیلات مثلا جمعیتی که امروز این مسئله را ما در این سری وقتی بود امروز نه بر یک وزارت اداره در جمهوری تاجیکستان امروز تمام جامعه مسئله وظیفه است که مثلا هماجتا به این مسئله رو بیاریم که این مسئله های مشکلی که امروز بر مهاجر پیش میاد اینا جامعه حل بشه بیاد. این قانونی که نوی که تهیه شده ایستاده است از قانون قبلی چه فرقیت ها داره مثلا مشخصا میتونه گفت؟ درست است در اینجا من گفته گذاشتم مثلا در این قانون خود قانون درباره مهاجرت می‌بینید در اینجا غیر از مهاجرت می‌بینید با قانون درباره خود مهاجرت اکولوژی هم یعنی معین درج گردیده است. غیر از این در اساس مثلا اون کنونسیون بین المللی که جمهوری تاجیکستان اوید مهاجرت یعنی در جمهوری راتیفیکاسیون رسمی شده در اینجا یعنی در اساس وای ها بسیارتر مثلا این مسئله یعنی حل خودش یافت که مثلا با در آینده با اون دولت هایی که ما انتقال قوای کاری داریم یعنی با اونها ما در یک اساس زمینه کردیم. در همین وقت بررسی مسئله کمک و آیله های مهاجران هم مطرح شد. آیا هر مسئله در قانون در لایحه قانون درج یافته است یعنی در صورت قبول شدنش آیله مهاجران کمک دریافت میکنن از سوی دولت؟ خوب اینجا معنیش همین بود که مثلا ما میدونیم که گرچه که مثلا امروزه مثلا بسیار برنامه‌های دولتی ما داریم اویدی مثلا درباره مهاجرت مهنتی مهاجران پیش از سفر یعنی میتونن که در وزارت مهنت یعنی مرکزهای وجود دارد که یعنی برای بلند برداشتن سویه دانش و مهاجرت کنن و را می‌آموزند. غیر از این باز پیش از سفر یعنی ما مرکزهای داریم که مهاجران اوید قانونگذاری اون دولت ها یعنی خرج مصرف یعنی اونها مراجعت میکنن در اساس مثلا وقتی مراجعت یعنی در اساس قانون اون دولت ها یعنی یک اطلاعی میگیرن. این همه وقت بود و این روز هم به این مثلا نگاه آوردن که ما باید که همه جهتا از اون جمله اعضای اویله مهاجر این یک چیزی مهم است که ما میدونیم در تمام دولت های دنیا این است مهاجر سفر نمودن باید حتما یعنی مسئله اعضای اویله و یعنی دیده شود. تشکر.